باب دهم به تشویش و اضطراب خود محدود کننده گذارید. شما دانستن می‌خواهید که در بیرژ فاندی چی طرف پول کار میکنند. البته میلیون ها آدمان این را دانستن میخواهند. اگر من هم میدانستم از این کتاب مبلغی گوش ناشنید به دست می آوردم. به هر حال ایده های با عقلانه وجود دارند که بعضی کارسازان چالاک آن را استفاده میبرند. این تاریخ را به من چارلز رابرتس مشاور عاید به مبلغ گذاری حکایه کرد. وقتی من اولین بار از تگزاس به نیویورک آمدم در کیسه $25,000 داشتم که آنها را دوستانم به من داده بودند. من این مبلغ را باید به بیرژ فاندی می گذاشتم. آن وقت به من چنین می نمود که تمام راه و روش بیرژ را می دانم، ولی عاقبت کار تمام مبلغ را از دست دادم. اگر پولها از خودم می بودن اینقدر به اضطراب نمی افتادم، گفت رابرتس، ولی این پولهای دوستانم بودند. هرچند آنها آدمان سیر و پر بودند، از دیدارشون اکنون می هراسیدم، ولی برعکس چشم داشت آنها از من نرنجیدند. دیرتر فهمیدم که کورکورانه عمل نموده بودم، یعنی از روی از شنید اکنون به تحلیل خطاهای خود سر کرده قرار دادم که پیش از آن که به بیرژ فاندی مشغول شوم همه چیزی به این عملیات علاقمند را باید آموزم. ثانی‌تر به مشهورترین بازیگری بیرژ برتون کاسل شناسا گشتم. انیق می دانستم از این شخص که هر سال موفقیتی کلان به دست می آورد و انیق می دانستم که این موفقیت او تنها به برای کار وابسته نیست، چیزی بیشتری را می آموزم. او به من یک چند سوال عاید به کار و بارم داد. سپس روندی اساسی عملیات بیرژوی را آموزاند. گفت که خودی او هر بار در هر عملیات بیرژوی اشتراک می کند محدود کننده ضرر می گذارد. اگر یک دسته اکسیه را $50 خریداری کند، محدود کننده ضرر را در حدود $45 می گذارد. این چنین معنا دارد اگر اکسیه های بیرژ در حدود $5 پست فرایند خود به خود فروخته می شوند. همین طریق باخت در حدی $5 محدود می شود. پیش از همه ادامه داد کاسل، شما باید کارهای بیرژوی خود را با عقلانه تشکیل دهید. در این صورت 10، 25 و حتی ممکن است تا 50 حد فایده بینید. خلاصه باخت خود را در 5 حد محدود کرده می توانید در زیاده از نصف آن خطا کنید، ولی اساساً پول بیشتری را صاحب می گردید. من در این روند را از خود نموده تا حاضر استفاده می برم. به همین طریق به من و میزاجانم میسر گشت که پول زیادی را صرف نماییم. واقعاً پرینسیپی محدود کننده ضرر را نه تنها در بیرژ بلکه در دیگر ساحه‌های حیات نیز استفاده بردن ممکن است و این محدود کننده را در نابرابری و رنج‌هایم نیز گذاشتن گرفتم. آن تأثیری عالی جنابی گذاشت. مثلا من بسیار وقت با دوستم مصلحت می‌کردیم که یک جای ناشتا می‌کنیم، ولی او خیلی کم در وقتی تعیین شده می آمد. پیشتر از این عصبانی شده می رنجیدم. اکنون من محدود کننده گذاشته به او فهماندم. گوش بکن بیل، محدود کننده من برای تو 10 دقیقه. اگر 10 دقیقه دیر مانی، عهد ما درباره ناشتای یک جای برهم می خورد و من تو را دیگر انتظار نمی شوم. خدا، چرا تو چند 10 سال پیش در عقلم جا نکردی که در سراسیمگی های خود، خصلت خود، کوشش های حق برآوردن خود، افسوس خوردن های خود، شدت عصب های خود محدود کننده گذارم؟ برای چی به من عقل سالم کفایت نکرد که هر لحظه به آرامی روحی من خلل آور را بها دهم و به خود بگویم گوش کن دیل کرنگی، در این بابت لازم است که فلان قدر نه یگان دقیقه از آن زیادتر تشویش کشید. برای چی من این کار را نکردم؟ به هر حال باید خود را برای آن عقل سالم که یک بار کار فرمودم تحسین کنم. این حالت خیلی جدی من وقتی تمام آرزو و امید من چون خانه کاغذی پچق می شد رخ داد. وقتی 39 سال من از 30 گذشته بود، من نیت داشتم حیاتم را صرف نوشتن رمان‌ها سازم. نیت داشتم مثل فرانک ناریس یا جک لندن ادیبی مشهور شوم. قرار من درباره نویسندگی کسبی شدن چنان جدی بود که 2 سال حیاتم را در اروپا گذرانیدم. برای آن که در اینجا بعد جنگ یکم جهان دائما اصلاحات پول می‌گذاشت و آسان نکک زندگی کردن ممکن بود. این 2 سال در بالای اثر مهمترینم طوفان برفی کار می‌کردم.
سرلفه رمان موافق بود، چون که ناشران کار مرا با چنین سردی قبول میکردند که گویا به بالای سرشان طوفان برفی فرو افتاده باشد. وقتی فهمیدم که اثرم کار نمی آید و من حقیقتاً مهارت نویسندگی ندارم، قریب بود دلم از کار ماند. از اتاق کاری آن شخصی که این گپ را گفت با صد عذاب بیرون شدم و گویا به سرم کلتک خورده باشم همه جا را خیره خیره می دیدم. من شق شده بودم. با وجود این فهمیدم که در چهارراهی حیات ایستادم و باید به یگان قرار بیایم. چی باید کرد؟ کدام جاده را پیش گیرم؟ برای آنکه به این سالها جواب یابم هفته ها سپری شد. آن وقت نمیدانستم که به تشویش و اضطراب محدود کننده گذاشتن ممکن است، ولی وقتی گشته به پشت نظر می اندازم انیق می شود که خودم هم نفهمیده همین کار را کرده بودم. با آن 2 سالی به عذاب‌ها سپری شده خطی بطلان کشیده آنها را چون تجربه حیات معنی داد ساخته قرار دادم. حیات خودم را پر تغییر دهم. باز از سری نو در کورس ها برای کلانسالان به سبق دادن سر کرده در وقتهای خالی به نوشتن سرگذشت آدمان معروف و تالیف کتاب های معرفتی مثل آنی که شما در دست دارید مشغول شدم. در باطن مگر خرسندی حس می کنم که به چنین قرار آمدم؟ نه تنها خرسندی، بلکه هر بار در این باره فکر می کنم در دلم خواهش رقص کردن پیدا می شود. راستش را گویم، از همان وقت سر کرده تا امروز من یگان ساعت افسوس نمی خورم که جک لندانی دویم نشدم. یک از مقدم گنری تورو نوشته بود نرخ اشیای این شماره آن است که من حیاتش می نامم و آن طلب دارد که به آن اشیا را یک باره یا در مدتی طولانی عوض نماییم. دیگر خیلی گویم ما ابلهیم وقتی بر عوض این یا آن اشیا بیشتر از آن که برای حیات ما ضرور و لازم است بها می‌دهیم. عین همین خیلی عمل نمودن گیلبرت و سالیوان آنها می توانستند که سرودی آهنگ‌های ذوق آور ایجاد نمایند، ولی حیاتشان ذوق آور نبود. آنها اپرات‌های عالی جناب نوشتند ولی حیات خود را اداره کردن نمی توانستند. حیات خود را از چیزهای میده چویده و نمیشدنی مثلا نرخ قالین تلخ می نمودند. سالیوان برای تئاتر قالین سفارش داد و خرید، ولی وقتی شریکش نرخنامه را دید از قهر و غضب خود را بای داد. آنها یکدیگر را به سود داده یک عمر ناگاه ماندند. سالیوان موسیقی ایجاد کرده و پاچته به گیلبرت میفرستاد و گیلبرت به آن متن انشا میساخت. در صحنه هم تا یکدیگر را نمی بینند به طرف مقابل نگریسته برآمد می نمودند. با آنها عقل سالم کفایت نمی کرد که مثل لینکلن در رنجش خود محدود کننده گذارند. لینکلن چی کار را کرد؟ یک وقت هنگام جنگ گرجدنی در آن آوانی که دوستان لینکلن در حق دشمنان او سخنان تحقیرآمیز می گفتند او اظهار نمود شما با دشمنان من از خودم دیده زیادتر کینه و عداوت دارید. عموما در من کینه و عداوت خیلی کم است. حتی وقت ندارم که مقدارشان را انیخ کنم. آدمیزاد هیچ وقت فرصت ندارد که نصف عمرش را صرف رنجش و آزار نماید. اگر یگان دشمن من مبارزه‌اش را به مقابل من بس کند هیچ وقت در دلم نسبت به او کینه نمیگیرم. صد افسوس که خاله پیرانسال من ادیت چنین عالی همتی را دارا نبود. او همراه تقایم فرانک در فرمی ویرانه زمینش کم حاصل زندگی میکردند و تقایم را از ترس افزودن نرخ و نوا لازم می آمد که هر یک سنت را صرفه نماید. ادیت باشد برعکس پرده‌واری و دیگر چیزهای برای روزگار لازم خریدن را دوست می داشت تا خانه فرو رفته سادهشان را کم و بیش زیب و آرایش بدهد. تقایم پنهانی از فروشنده دن ایورسال التماس کرد که احوال اقتصادیشان بد است و بزنی او به طریق کردیت فروختن را بس کند. خاله هم از او آگاهی یافته به قهر و غضب آمد. قهر و غضب او طول 50 سال پس نشد. با گوشهای خود شنیدم که وقت سن و سال او از 80 گذشته بود این را حکایه میکرد. یک بار با او گفتم خاله حقیقتا هم تقایم کاری خوب نکرد، ولی طول نیم از شکایت کرده گشتن از کاری او از این هم بدتر بوده کیست. ولی سخنان من با او یگان تأثیر نکردند. گویا با مه
گپ زده باشم. بار وقت بنجامین فرانکلین 70 ساله بود و این وقت یک خطایی کرد که 70 سال آن را از خاطر برآورده نمی توانست. در 7 سالگی در ضمیر او خواهش هشتگ خریدن پیدا شد و به مغازه رفته تمام تنگه های میسینی را که در کیسه داشت روی پیش تخته گذاشت. اون نرخ هشتگ را نمی دانست. وقتی به خانه آمد برادران و اپه هایش گفتند که برای هشتگ از نرخش زیادتی پول داده است و به حالش خندیدند. از علم گیریست. چند سال بعد وقتی فرانکلین شخصیت خیلی معروف سفیر ایالات متحده آمریکا در فرانسه بود به خاطر آورد که آن وقت هشتگ با او از قناعتمندی دیده بیشتر رنجش و آزار آورده بود و آخران این کار هرچند آنقدر ارزش نداشت برای او سبق خوبی شد. وقتی من کلانسال شدم حکایه میکند او با آدمان بسیاری واخوردم که برای هشتگ خود خیلی زیاد پول دادند. من به خلاصه آمدم که بسیار بدبختی آدمان به ارزش نادرست ماندن به درجه اهمیتناکی این یا آن اشیای حیات وابسته است و آنها برای هشتگ‌های خود از مقرری زیادتر پول می‌دهند. گیلبرت و سالیوان برای هشتگ خود از مقرری خیلی زیاد پول دادند. این به خالم ادیت و به خود دیل کارنگی نیز دخل دارد. من پر باور دارم که یکی از سرهای اساسی آرامی روحی این درست دادن بها به اشیا هاست. من گمان میکنم که اگر به اشیا به اهمیت آنها برای حیات درست بها میدادیم آن وقت 50% تشویش و اضطرابمان برهم میخورد. اینک اگر خواهید که به عادت به تشویش افتادن غالب باید هنوز که آن شما را مغلوب نکرده است قاعده 5 را رعایت کنید. هنگامی که در شما میل یکروی برای کاری بی‌فایده پیدا می شود 3 سوال را از خود پرسید. یکم، آن چیزی که مرا به تشویش می آورد برایم چقدر اهمیت دارد؟ دوم، تا کدام ساعت من به آن محدود کننده گذارم تا از خاطر فراموش کنم؟ سوم، برای هشتگ چقدر باید پول داد؟ نسبت به نرخ اصلیش قیمت‌تر ندادم آیا؟ دادم آیا؟